به شعبه وزارت کارهای داخله در شهر خوجند با عریضه مرد 37 ساله ساکن شهر مذکور مراجعت نموده است که از 11 تا 13 نوامبر سال 2021 شخصان نامعلوم با راه پنهانی از تاخانه خانه نفساختش واقع در منطقه چهارم شهر خوجند دو عدد تجهیزات قوه برق‌دهک را دزدیده از جای حادثه غیب زدند. ضرر رسانیده شده 3000 سومون را تشکیل می‌دهد. هنگام گذرانیدن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیتسیا مرد 33 ساله ساکن شهر کانی بادام با گمان صادر نمودن جنایت دزدی دستگیر کرده شد. اویل به این حادثه پرونده جنایتی با ماده 244 قسم 2 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان آغاز کرده شده تفتیشات ادامه دارد. اینچنین ضمن برگزار نمودن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیتسیا جوان 19 ساله ساکن جماعت دیهات نورین نویه یوون که پیش با ماده 247 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان ثبت شده است و نابالغ 16 ساله ساکن جماعت دیهات مذکور همچون گمانبر در صادر نمودن جنایت دزدی دستگیر کرده شدند. نامبردگان شب 7 به 8 نوامبر سال 2021 تخمینا ساعت 03:30 دقیقه با راه پنهانی وارد آغلخانه مرد 57 ساله ساکن جماعت دیهات نورین شده از آنجا 7 سر چاروای میده شاخدار را دزدیده از جای حادثه غیب زدند. ضرری رسانیده شده 20500 سومونی را تشکیل می‌دهد. روز 16 نوامبر سال 2021 تخمین ساعت 18:00 دقیقه راننده افت-ماشین تمغه خوندای پورتر میرزایف بدردین سال تولدش 1995 ساکن جماعت دیهات برونو شهر وحدت هنگام حرکت از سمت دیهه چرتک شهر وحدت به سمت دیهه گرداب جماعت دیهات برونو از عهده اداره کردن افت-ماشین نبر آمده پیادهگر اسامدینوف منصور جان رستمویچ سال تولدش 1986 ساکن جماعت دیهات برونوف را پخش نموده است. در نتیجه پیادهگر اسامدینوف به سلامتیش جراحت وزنین جسمانی برداشته در بیمارخانه به هلاکت رسیده است.